توی این ویدیو من میخوام در مورد بوتاکس باتون صحبت بکنم. اگر که میخواین در این مورد بیشتر بدونید لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشین. سلام، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. من سمیه کوچکی هستم، کارشناس مامایی. من به کمک این ویدیوهای آموزشی سعی میکنم که آگاهی جنسی شما رو بالاتر ببرم. به خاطر همین خیلی ممنون میشم که برای حمایت چنل من رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و دکمه زنگوله رو روشن بکنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای دیگه بهتون اطلاع داده بشه. با من همراه باشید. بوتاکس همون سم بوتولینوم که توسط باکتری کلیستریدیوم بوتولینوم میاد ترشح میشه و حالا توی یه سری مشکلات پزشکی بسیار کمک کننده هستش و حتی میتونه باعث کاهش چین و چروک‌های صورت بشه. حالا کاربردهای بوتاکس چیا هستن؟ بوتاکس کاری که انجام میده با فلج موقت عضلات میتونه که باعث کاهش چین و چروک‌های صورت بشه، مثلا باعث کاهش چین و چروک‌هایی که اطراف چشم هستن یا برای خط ابرو یا برای چین و چروک‌هایی که حالا توی ناحیه پیشانی ایجاد میشه و حتی ممکنه که برای لیفت ابرو و در کل برای زیباسازی صورت میان توی ناحیه صورت در واقع بوتاکس استفاده میشه. برای کاهش در واقع اون افرادی که تعریق بیش از حد دارن هم استفاده میشه توی ناحیه‌های زیر بغل، کف دست و کف پا در واقع استفاده میشه و اینکه برای هماهنگسازی عضلات صورت و برای تقارن در واقع صورت هم ممکنه که از بوتاکس بیان استفاده بکنن. حالا کاربردهای پزشکی که بوتاکس میتونه داشته باشه چیا هستن؟ ببینید دوستان، برای کاهش اون افرادی که حالا دچار میگرن مزمن هستن ممکنه که استفاده بشه. برای اون افرادی که دچار اسپاسم عضلانی هستن، مخصوصا توی افرادی که دچار در واقع فلج مغزی میشن، کاربرد داره. برای اون افرادی که در واقع اسپاسم بلفار رو در واقع اسپاسم دارن، یعنی پرش غیر ارادی پلک دارن، هم بسیار مؤثر و کمک کننده هستش. برای اون افرادی که مشکل درد در واقع فک و دندان دارن و توی قسمت ناحیه گیجگاهیشون دچار مشکل میشن، هم ممکنه که از بوتاکس بیان استفاده بکنن. نحوه تزریق بوتاکس به چه صورته؟ بوتاکس معمولا توی چندین نقطه از عضلات حالا هدف، عضلات مورد هدف تزریق میشه. حدود 10 تا 15 دقیقه طول میکشه و اثرش هم معمولا 3 تا 7 روز بعدش مشخص میشه و مدت زمانی که در واقع تاثیرگذارش، مدت تاثیرگذاری بوتاکس هم معمولا 3 تا 6 ماه هستش. و نکته بعدی این هستش که در مورد عوارض بوتاکس، ببینید دوستان، عوارض بوتاکس خب یه سری عوارض خفیف و جزئی داره و موقتی هستش، مثل قرمزی، مثل تورم، مثل کبودی، یا مثلا ممکنه که احساس سنگینی موقت توی ناحیه پلکاتون داشته باشین اگر که برای صورت استفاده میکنین و ممکنه که بوتاکس یه سری عوارض نادر هم داشته باشه، مثلا این که باعث انتشار سنبناقات دیگه و باعث ضعف عضلانی بشه، یا هم ممکنه که در واقع واکنش‌های آلرژیک و ممکنه که بهش حساسیت نشون بدین. و نکته بعدی این هستش که یادتون باشه مادران باردار و مادران شیرده براشون انجام بوتاکس ممنوع هستش. برای اون افرادی که اختلال عصبی عضلانی دارن هم ممنوع هستش و یادتون باشه که بوتاکس حتما توسط پزشک انجام بشه. حالا و یادتون باشه که تا 24 ساعت نباید محل تزریق بوتاکس رو ماساژ بدین. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که این ویدیوی آموزشی که تو چنل براتون میذارم مفید، آموزنده و کاربردی باشه براتون. اگر که سوالی داشتین میتونین توی قسمت کامنت ازم بپرسین، تحت مقدور پاسخگوی سوالاتتون هستم. و اگر که برای اولین باری که وارد چنل میشین، من خیلی ممنون میشم که برای حمایت چنل من رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و دکمه زنگوله رو روشن بکنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید بهتون اطلاع داده بشه. و در صورت تمایل هم میتونین دونیت کنین. مرسی، دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.